1000 خورده ای سال پیش یه پورتالی باز میشه بر روبروی یه شخصی و این شخص ارتباط میگیره با اون ور پورتال و یک سری آگاهی ها، یک سری همون قوانین جهان هستی رو از اون ور پورتال میگیره، مکتوبش میکند و اینا رو جمع‌بندی میکنه، یه کتاب میشه و اون کتابه در طول سالیان سال میچرخه و میچرخه بدون اینکه سر سوزنی تغییر پیدا بکند به دست ما میرسه. و اون کتاب من یک نمونه ازش اینجا آوردم، میخوام نشونت بدم. این کتابه باوری که دارم اینه که از اون ور پورتاله از یک آگاهی عجیب غریب بالاتر که اصلا در حد و اندازه ما نیست، یعنی ما در حد و اندازه اون نیستیم، به دست ما رسیده و توش پر از قوانین و کدهایی که اگه پیداش بکنیم، اگه درکشون بکنیم، میتونیم افسار زندگیمون رو تو دستامون بگیریم، افسار این جهان مادی رو تو دستامون بگیریم و زندگیمون متحول بشه. این یک نسخه است که باید از طریق این نسخه بریم داروهاشو پیدا بکنیم، بخوریم تا درمان بشیم. این نسخه خودش فقط یک سری متنه، فقط باید اون بهش عمل بکنیم تا نتیجه بگیریم. این باوری که من دارم نسبت به این کتاب و فکر میکنم که بهتره با یه دید دیگه اون تابلو رو نگاه کن، با یک دید دیگه بهتر این کتاب رو نگاه بکنیم و بخونیمش و من میخوام این کار رو بکنم. محتوای پیجم هم قرار این مدلی باشه و هر آن چیزی که از این کتاب درک میکنم رو میخوام بیام اینجا صحبت بکنم، هر داغ هر آن چیزی که درک میکنم رو میام اینجا با زبان، سعی میکنم که خودمون یه ذره جلو دوربین ادا اطفال میریزم، نمیدونم انشالله ایشا درست میشه به مرور. اینا رو با شما اشتراک میذارم و امیدوارم که به درد اون کسایی که مثل من فکر میکنن بخوره.